با سلام خدمت شما. مطلبی که در این بحث میخوام در موردش صحبت بکنم بحث مواد غذایی مؤثر در کنترل اثرات آلودگی هوا بر روی بدن شماست. در واقع ما چه نوع مواد غذایی رو میتونیم استفاده بکنیم که اثرات مضر آلودگی هوا رو روی بدن خودمون کم بکنیم. در این بخش همونجور که در ویدیوی کوتاه اینستاگرام در ریلز اینستاگرام خدمتتون توضیح دادم، ما در مورد 4 دسته از مواد غذایی صحبت میکنیم. اولین دسته مواد غذایی که حاوی ویتامین های A، C و E هستند، مثل جگر، مثل خدمت شما عرض شود که انواع توت ها مثل توت فرنگی، شاه توت، مرکبات، هویج و موادی از این دست، حالا غذاهای دریایی. اینها میتونه خیلی کمک بکنه با اثرات آنتی‌اکسیدانی که دارند برای کاهش اثرات مضر آلودگی هوا. دومین مطلب استفاده از لبنیات کمچرب، شیر و ماست هست، به خصوص اگر با عسل یا دارچین مخلوط بشه که در کنار هم این ترکیب میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه آلودگی هوا اثراتش روی بدن ما کم بشه. سومین گروه از مواد مؤثر میتونیم به آب اشاره بکنیم. آب و مایعات کافی طبق قاعده کلی که وجود داره کمک میکنه به سیستم های دفعی بدن مثل کلیه ها برای اینکه بهتر بتونن مواد مضر رو دفع بکنن. یعنی 6 تا 8 لیوان آب برای دفع در واقع سموم و اثرات مضر آلودگی هوا لازمه. علاوه بر اینها استفاده از مواد غذایی دارای آنتی اکسیدان میتونه بسیار مفید باشه. ساده ترین آنتی اکسیدان ها و ارزان ترینشون سیر و پیاز هستن که اگر حتی خام استفاده بشه برای کنترل فشار خون ناشی از آلودگی هوا هم میتونه برای شما کمک کننده باشه. در کنارش مواد غذایی دیگه ای که خاصیت آنتی اکسیدانی دارن مثل لیکوپن که در هندوانه و گوجه فرنگی هست، سلنیوم که در غذاهای دریایی هست، اینها هم میتونن این اثرات رو داشته باشن. پس الان که فصل آلودگی هوا هست و برای اجتناب از اثرات مضر این آلودگی هوا به خصوص در افراد مسن، نوزادان و کودکان سعی بشه تنوع غذایی ایجاد بشه و از این غذاهایی که مشاوره شد و خدمتتون عرض شد در رژیم غذاییشون حتما استفاده بکنید. باز اگر مورد یا سوال یا مواردی بود حتما دایرکت بفرمایید.